دیشب پاریس میزبان مراسم توپ طلای 2025 بود و همه چشم‌ها به تئاتر دو شاتل دوخته شده بود. مراسمی که هر سال جذابیت خودشو داره، اما امسال هیجانش بیشتر بود چون رقابت سر توپ طلای مردان به شدت داغ و پرحاشیه بود. همه منتظر بودن ببینن که آیا عثمان دمبله از پی اس جی با آمار خیره کنندش جایزه رو به خونه میبره یا ستاره جوان لامین یامال از بارسلونا که نمایش‌هاش در لالیگا و بازی‌های کلیدی فوق‌العاده بود حقش رو خواهد گرفت. وقتی نام برنده اعلام شد، عثمان دمبله با تعجب و خوشحالی روی صحنه اومد. فصل 2024 تا 2025 برای اون یکی از بهترین ها بود. 37 گل و 15 پاس گل در 53 بازی و درخشش در لحظات حساس لیگ قهرمانان اروپا باعث شد پی اس جی قهرمان بشه. در کنار این، دمبله در لیگ داخلی هم بی تأثیر نبود و با نقش محوری خود باعث شد پی اس جی لیگ 1 و کوپ د فرانس را هم فتح کنه. اما درست در همون لحظه زمزمه‌هایی از تماشاگران و کارشناسان به گوش می رسید. زمزمه‌هایی درباره اینکه آیا حق دمبله بود یا نه. وقتی به سایر بازیکنان نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ویتینیا و رافینیا هم نمایش‌های فوق‌العاده‌ای داشتند و بعضی‌ها معتقد بودند رتبه‌های بالاتری در رده‌بندی میتونستن داشته باشند. ویتینیا با حضور در بازی‌های حساس لیگ قهرمانان و پاس‌های کلیدی نقش بسیار مهمی در موفقیت پی اس جی داشت و رافینیا با حرکات تکنیکی و ایجاد موقعیت‌های گل در بارسلونا بارها تیمش را از موقعیت‌های سخت نجات داد. در کنار اونها پدری هم بود که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند حقش بود در رتبه‌های بالاتر دیده شه. اون با بازیسازی‌های بی‌نظیر و حضور تأثیرگذار در میانه میدان بارسلونا میتونست حتی بالاتر از برخی بازیکنان حاضر در 10 نفر برتر قرار بگیره. همچنین نونو مندز از پی اس جی با سرعت و توانایی‌های هجومی خود عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و بعضی‌ها فکر می‌کردند شایسته رتبه بالاتره. اما در سوی دیگر کول پالمر از چلسی جایگاهش در 10 نفر برتر باعث تعجب بسیاری شد. بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند عملکرد اون نسبت به بقیه، حتی نسبت به مندز و پدری، به اندازه کافی برجسته نبوده تا در بین 10 نفر برتر قرار بگیره و این یکی از بزرگترین حق‌خوری‌ها در رده‌بندی امسال بود. با این حال انتخاب دمبله نشون میده که کمی هم سیاست و نگاه به موفقیت تیمی نقش داشت. دمبله در تیمی که قهرمان لیگ قهرمانان شد بازی میکرد و این شاید باعث شد تا کمی امنیت در انتخاب اون دیده شه. حتی اگر کیفیت بازی یامال و تأثیر لحظه‌ای ویتینیا، رافینیا، پدری و مندز بالاتر بود. بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و حتی بین فوتبالیست‌ها این انتخاب رو به یک موضوع داغ و پرحاشیه تبدیل کرده بود. در نهایت مراسم به پایان رسید و دمبله توپ طلای 2025 رو بالای سر برد.